اینجا برای نظیرمد محمدعلیوف خانه نو می‌سازند. او معیوب بوده ماهی مای خانه‌اش در دهه کوچباغی ناحیه واسه از سیل ضرر دید. در آن سیل منزل نظیرمد به شدت آسیب دید ولی تخریب نشد. مقامات هنگام ارزیابی خسارات خانه او را بر روی خط 50% آسیب دیدگان وارد کردند. ماه اوگوست نظیرمد به رادیوی آزادی گفت که هیچ کمک دریافت نکرده است. پس از انتشار گزارش رادیوی آزادی مقامات برای کمک به او اقدام کردند. خود نظیرمد محمدعلیوف گفت که گزارش آزادی باعث شد کمک ها به او برسند. همه رو آوردن دادم بیچاره میان میگن برای چی سر نکردیسن کم ترک قبلی موضوع همه استوا اینا بیچاره استوا بیچاره خانه‌اش میمونه میآید مقصد پیش ما میگه که اینا چیکار کنم چخلی کنم. خانه نو را برای نظیرمد در پهلوی خانه آسیب دیده‌اش میسازند. طبق نقشه خانه نو از 3 حجره عبارت خواهد بود. خیلی خانه کلان نکردم، همین 3 در خانه کردم. این شما دیدین اونجا کردم. انشالله خیلی خوش چیندن کم تریدم مونده انشالله بود میشه. سیل ماه می در دهه کوچباغ یک خانه را پوره و 3 خانه را قسما خراب کرد. در خانه های نیمه خراب جمیله سعیدова، جمشید شویموف، فاطمه رحمانova و نظیرمد محمدعلیف سکونت داشتند. خانه فاطمه رحمانova نیز آن وقت آسیب دید. او ماه اوگوست شکایت کرده بود که مقامات به کمکش نیامدند. آن وقت خانم فاطمه در بیرون زندگی میکرد. پس از نشر گزارش رادیوی آزادی به این خاندان ها کمکی ضروری رسید. حالا ته کرسی خانه 3 حجرگی به فاطمه رحمانova ریخته شده است. کمک شیدست مقصد همین محصولات ها شدن کادست نمیشه. محصولات ای تخته، سمنت و چیزای کسمتیکی، کراسکا، گیپسا کردن، همین چیزا. 2 خانواده آسیب دیده از سیل خوشحال هستند که سرانجام کمک ها به آنها رسید. با گرفتن کمک ادامه ساخت را با خزینه خود انجام میدهند. اما میگویند که دهشت سیل و روزهای سخت با بنیاد خانه های نو هم فراموش نمی شود. محمود جان رحمتزاده، آزادی، از دهه کوچباغی ناحیه واسه.